700,000 نفر فقط توی یک شهر، 4,000 نفر برای نجات جون آدم‌ها و من از کانادا وسط این همه جمعیت. میخوای بدونی چی شده؟ من از ونکوور پرواز کردم به پیتسبورگ آمریکا در شلوغ‌ترین زمان سال، جایی که کل شهر منفجر شده بود از انرژی. شنبه 24 اپریل سال 2026 وسط اون همه جمعیت من بخشی از یک اتفاق تاریخی شدم. بیشترین آموزش‌های CPR در کمتر از یک ساعت. این رویداد توسط American Heart Association برگزار شد به همراه یکی از معروفترین دکترای دنیا دکتر مایک. بیش از 4,000 نفر فقط برای یک هدف جمع شده بودند: شکست رکورد جهانی گینیس. و حدس بزن چی شد؟ ما انجامش دادیم. ما رکورد جهانی رو شکستیم. این یکی از دیوونه کننده ترین، هیجان انگیز ترین تجربه های زندگی من بود و من اونجا بودم. به نمایندگی از Always Safe Academy در کانادا این فقط یه رکورد نبود. این لحظه بود که دیدم وقتی آدما کنار هم جمع میشن واقعا میتونن جون نجات بدن. من میخواستم بخشی از این اتفاق باشم. برای دانشجوام، برای آکادمیم، برای شهر ونکوورم و به عنوان یک ایرانی و انجامش دادم. و حالا میتونم با افتخار بگم یک ایرانی هم بخشی از این رکورد جهانی بوده. آکادمی من بخشی از یک رکورد جهانی بوده. اگر از من مدرک گرفتی، با افتخار بگو مدرکی که داری از آکادمی که بخشی از رکورد جهانی گینیس بوده. و اگر هنوز توی دوره های من شرکت نکردی، واقعا منتظر چی هستی؟ رویاها تو انقدر ساده نگیر. هر رویایی توی دلت شکل گرفته یه دلیلی داشته و بی هدف وارد زندگیت نشده.